امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه در رأس یک هیئت به امارات متحده عربی سفر کرده است. وزارت امور خارجه اعلام کرده که قرار است این هیئت در مورد روابط دوجانبه، توسعه همکاری‌های اقتصادی و موضوعات مورد علاقه مشترک با مقامات اماراتی گفتگو کند. په پام کې ده چې د دې سفر پر مهال به افغان پلاوی اماراتي چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو، اقتصادي همکاریو پر پراختیا او د دواړو خواو د لیوالتیا وړ پر ګڼو نورو موضوعاتو خبرې اترې ولري. این سفرها در حال انجام می شود که مشمول امیرخان متقی نام شمار از رهبران ارشد امارت اسلامی درج لیست تعزیرات ملل متحد است که سفر آنان را به خارج از افغانستان دشوار می کند. اما سیاستگران می گویند که این سفر گام مهم در جهت گسترش روابط امارت اسلامی با کشورهای منطقه است. امارات متحده عربی چی از قبل و امروز روابط خوبی با امارت اسلامی داشتند و دارند. طبیعی است که در این سفر وزیر خارجه کشور روی موضوعات اقتصادی، بحران‌های منطقه‌ای و چالش‌های بین‌المللی تبادل نظر خواهند کرد. آگاهان در حوزه روابط بین الملل نیز باور دارند که این گونه سفرها می‌تواند تحول کلان در روابط افغانستان با کشورهای منطقه به وجود آورد. امارات متحده عربی در پی منافع خود در افغانستان و اطراف افغانستان هست و علاقمند نیست که قطر دست بلند در افغانستان داشته باشه و همچنین علاقمند نیست که ایران بتونه تاثیرات مستقیم بالای طالبان داشته باشه و بتونه منفعت بیشتر بگیره. به این خاطر چون روابطی که با پاکستان بیشتر نزدیک داشتن و دارن، کوشش میکنن که عمل لحاظ سیاسی، عمل لحاظ اقتصادی و امنیتی تاثیرات خود بر افغانستان داشته باشه. در بیش از 3 سال پسین مشمول رئیس الوزرای امارات اسلامی، چندین مقام دیگر حکومت سرپرست از جمله سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله و محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی به امارات متحده عربی سفر کردند.